بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من بناء الأفعال. إنك ما درس خضرة از كتاب صرف بنام بناء الأفعال توامدهم. قال المصنف رحمه الله: وواحد منها للرباعي المجرد، وهو باب واحد وزنه فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بأن يكون جميع حروفه أصلية، وبناؤه للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعد نحو دحرج زيد الحجر، ومثال اللازم نحو دربخ زيد. خب، مصنف الله رحمتش کند صوفی سخت بود. خب، یعنی اگر خواهد رحمتش کند، میفرماید که و یک تای از آنها، یعنی از همون 35 باب، یک تا باب است که وی خاص برای الرباعی المجرد می باشد. فهمید؟ این ضمیرها کجا رفتنشونه باید دونستنتان درکاره. و واحد منها ای من الابواب 35، یعنی یکی از همون بابهای 35 گانه، این برای چی بوده است؟ برای رباعی مجرد بوده است. رباعی مجرد یعنی آن فعل‌های را میگویند که 4 حرفش اصلی می باشد. فهمیدید؟ در برابر 4 حرف اصلیش یگان حرف زیادی ندارد، برای همون مجرد علاوه کردن. فهمیدید؟ اگر میتونید گفتم که رباعی، با شبه میشد که رباعیش چیست. فهمیدید؟ بنابراین قید میکند که الرباعی المجرد یعنی 4 حرف اصلیه که در برابر این 4 حرف اصلیش یگان حرفی زیادتی نیست. برای چی ما گفتی سودیم؟ زیرا که با رباعی مزید هم می شود که فعل از 4 حرف اصلی عبارت است، ولی در برابر 4 حرف اصلیش با یگان حرفای علاوگی نیز دارد. و انا همین میگود الرباعی المجرد باب واحد، یک تا باب دارد. فهمیدیدم؟ وزنی، یعنی وزنی رباعی مجرد یا که گویم میزانی و ترازی و از چه عبارت است؟ فعلل یفعلل فعللة و فعلالا. هم وزن این، یعنی فعل هایی که به این وزن راست می آیند، همچون دحرج یدحرج دحرجة و دحراجا. دحرجه به معنای غیلاندن. و علامت باب 4 از آن عبارت است که فعل ماضی او از 4 حرف عبارت است. فعل ماضیش از 4 حرف عبارت است. بأن يكون جميع حروفه اصلیه، به اون اندازه که همه حرفای او اصلی می باشند. فهمیدید؟ خب، برای چی این قید کرده شده است؟ برای خاطر آن می شود که بعضی فعل ماضی را می بینید که 4 حرف دارد. فهمیدید؟ وی ثلاثی مزید هم شدنش ممکنه. 3 حرفش اصلی و 1 حرفش زیادی. گذاشتیم که اکرم، افعل، اینم فعل ماضی از 4 حرف عبارت است که گفته پرسم میگه که نه، ما در نظر داریم حرفای اصلی را. فهمیدید نه؟ بینای این یعنی بینای بابی گویم
رباعی مجرد للتعدیه غالبا یعنی در بسیار حالت ها فعل هایی که میبینیم که رباعی مجرد میباشند متعدی میباشند، یعنی که احتیاج به مفعول دارند، مفعول طلب میباشند. و قد یکون لازمه، سوال شود که لازم هم میشود، میگید بعضا میشود، زیرا که قد در سر یکونو داخل شود بعضا میشود. مثال المتعدی، مثال برای فعلی که مفعول طلب است، مانند دحرج زید الحجر. دحرج فعل، زید فاعل، معنا تام نشده است، پر نشده است، محتاج به مفعول است. زید غیلانید، غیلید نیو غیلانید. چرا غیلانید؟ سنگ را، اینه از بالا به پایان او را افتاد، پرتاب که سنگ دوزنان به پایان فرامد. فهمیدید؟ خب و مثال لازمی، و مثال برای فعل لازم، در بخ زید، در بخ فعل، زیدون فاعل، یعنی زید فروتن شد یا که خاکسار شد. خاکسار کرد نگفتیم، همه خیلی است. اگر خاکسار کرد میشد محتاج به مفعول میشد، کرا و چرا، این خودش شد. یا که در بخ زیدون به معنای طأطأ رأسه و بسط ظهره، یعنی سرش به پایان کرد و تخت پشتش را راست کرد، پهن کرد. فهمیدید نه؟ یعنی سرش به پایان کرد، به پایان فراورد و تخت پشتش را پهن کرد، راست کرد. اینه چی میگوین؟ نیز در بخه میگوین. به هر تقدیر یعنی فعل چه اگر ظاهرا نگاه کنید در بخه فعل و زیدون فاعل می شود. این بود یعنی یک تا بابی الثلاثی الرباعی المجرد. نعم انشاءالله بعد از آن ملحقوش میگذاریم، این درسی مستقل میکنیم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.